دوستان سلام. آقا اگه خاطرتون باشه عظما جواب ثبت نامای فعلی اکبر کوسه رو با قلقم گله‌ای داد. یعنی از 3000 تا کاندیدای شیخ اکبر فقط 30 نفرشون رو باقی گذاشت. خب اینجا بود که همه جام زهریا با گوشای آویزون چشم به دهن کوسه دوختن تا ببینن رفسنجانی بالاخره چه غلطی میخواد بکنه. سایت رفسنجانی 26 بهمن 94. رفسنجانی در دیداری تحت عنوان دیدار با دانشجویان دانشگاه سمنان. حدیث منسوب به پیامبر که میگوید کسی که دری را بکوبد و جدیت کند داخل خواهد شد، تابلویی است برای پرهیز از ناامیدی و شرکت در انتخابات یکی از مهمترین کارها برای تقویت پایه‌های جامعه در سالهای آینده است. بله، اینم از غلط اضافه اکبر کوسه. یعنی یا خاطره میبافه یا حدیث دست و پا میکنه تا یه جوری نوچه هاشو دست به سر کنه. حالا چرا؟ واسه این که از عاقبت کار میترسه، از قیام میترسه. سایت رفسنجانی 26 بهمن. جوانان باید بدور از تنازعات فشل کننده و به شیوه جدال احسن دنبال مطالبات برحق خویش باشند. حکایت شیخ اکبر حکایت دزدیه که میخواد با چوب صابخونه دزد دیگر رو بترسونه، اما خودشم به همون اندازه از چوبه میترسه. یعنی میدونه که اگه بخواد بازی رو به هم بزنه و میز و عزبا رو چپ کنه، اون وقته که راه و واسه قیام باز کرده. شیخ فریم مثل بابا کوسش تو همین جاده مال رو قدم برمیداره. اظهارات روحانی به عنوان کاندیدای خبرگان در تبلیغات انتخاباتی. هر رأی ما در 7 اسفند 94 راجع به نمایندگان خبرگان سرنوشت ساز است و گاهی در شرایطی قرار می‌گیریم که حتی یک رأی هم برای انتخاب رهبری مهم است. مجلس خبرگان هم مجلسی است که رهبری انتخاب می‌کند و هم مجلسی است که بر صفات رهبری به طور مداوم نظارت می‌کند و هم خدای ناکرده اگر زمانی لازم باشد رهبری را از سمت رهبری برکنار می‌کند. برای نسل جوان ما بسیار مهم است که بر این نکته توجه داشته باشند که رهبری نظام هم انتخابی است. اینم از بازارگرمی به شیوه شیخ فری. نوک تیز حملهشو گذاشته پشت عمامه سیدعلی تا اینجوری به نیروهای وارفته باندش روحیه بده و بهشون بگه آقا بیایی رأی بدید، شاید یه خبری شد. حلوای خامنه رو خوردیم و با کوسه به یه جایی رسیدیم. بزک نمیر بار میاد، کنبوزه با خیار میاد. معلومه که اون پایماینا طرفداراشون وا رفتن و میخوان اینجوری سراپاشون کنن. روزگاری شعار میدادیم که باید مخالف را به موافق تبدیل کنیم و امروز همان روزگار است. چه کسی گمان میکرد رئیس مجلس اصولگرایان و رئیس رسانه ملی در سالهای پیش اینک با زبانی سخن بگویند که عده‌ای او را در جرگه اصلاحیون و اعتدالیون بپذیرند. اینم از تئوری جدید اکبر کوسه برای راضی کردن جماعت دلارام. به این میگن وعده سرخرمن. میگه بیاید رأی بدید، شاید ریزشیای باند خامنه رو جذب کردیم. در هر حال همه نشانه ها حکایت از این داره که درگیری شیخ اکبر و سیدعلی وافور همچنان ادامه داره و این جماعت با هم دیگه هی نظامو میتراشن. موشکار